پرکتیس یکی از سخت‌ترین و طاقت فرساترین قسمت‌های سرورهای ایرانی. هیت دادن و درست بلاک گذاشتن دوتا از مهمترین کارهایی که شما باید یاد بگیرید اینجا انجام بدید. اما اگه من اینونتوریم، کراسیرم و تولزام رو نامرئی کنم، بازی کردن چقدر برام سخت میشه؟ آیا غیر ممکنه که با این وضعیت بازی کنیم؟ کانتنت مورد علاقه‌مو پیدا کردم. بدوارز ولی کراسهیر ندارم. اینونتوری ندارم. هیچی ندارم. میدونی یعنی چی؟ این F1 رو میزنی؟ تو فقط اینو میبینی. اوکی؟ تو هیچی نمیبینی. پس ساب یادتون نره. بچه اومدیم تو گیم، پس یه F1 میزنیم و من الان هیچی رسما هیچی نمیبینم. نه تو رو خدا نزنید باید. تو رو خدا نزنید باید. بچه قول میدم اذیتتون نکنم. بیا یه دونه از این، چه آدم خوبی هستید، یه دونه از اینا واسهتون میذارم که وسط گیم اذیت نشید. بفرمایید کنید. شما میتونید اینجا تادا، شما میتونید الان حس خوبی داشته باشید. بفرمایید. چجوری دارم بچه تا یه وین نگیرم ولکن نیستم. اوکی تا اینجا که داره اوکی پیش میره. چه قوی هم من. دست اول. آها اینم مثل این که فهمیده من از چیزم. وای اوکی نه این نیست چنده؟ واجی چند بود؟ بذار فکر کنم. 1 شمشیرم بود، 2 بلاکام بود، 3 شیرزم بود، 4 و 5 یکیش تبر کلنگه دیگه بالاخره. بیفت نیفتید. بیا پایین. بیا عمو ببینه. عمو دید. بس عمو دید. بس نه نمیخوام. منو زدی. من قهرم. من تا یه وین نگیرم ویدیو تموم نمیشه. من باید یه وین بگیرم. بالاتر نمیتونی بری. من میرم عقب. بابا میخواستم برم تازه عقب. بابا کامل کرد. داشت اول باید یه بلاک میکنی اگه نمیدونستی. شاید هم میدونسته. نمیخوام کامبو بشم، پس برم کن بذار من به کارم برسم. ولی تو مثل که چی؟ 4 آره 4 آره 4 5 بدون زدم. what the fuck. گیمو من بردم. حتی نمیتونم. ایزی گیم وین شد بچه. خداحافظ. داری به خودت چی کار میکنی شیفو؟ ویدیوز هنوز 7 دقیقه هم نشده که. نه تو نمیفهمی. من اینجا دارم زحمت میکشم ولی ویدیو هنوز 4 دقیقه هم نشده. حالا دور از شوخی بچه، رفتم به ادوارز فقط کراسر رو حذف کردم چون به ادوارز به طور دیفالت خودش سخت هستش وین کردنش. پس ادامه ویدیو قرار نیست پرکتیس ببینید. فقط کراسر ندارم. کامبو میکنی؟ داداش قرار نیست بری. بیا تمومش کن. باید برم دایمن. داداش یه چیز بکنید. مرسی دمت گرم زحمت کشیدی.
بیا وسط. استرس تو رو قرآن. باشه که این دست وین شد سابسکرایبتون نره که حمایت بزرگیه واقعا. خدا وکیلی بچه بیلد زدن بدون کراسر چقدر لایک داره. ناراحت شدم. نمیخوام نامردی کنم اینو میذارم. به نظر من حداقل نامردیه که اول بازی چیز بگیری، آیرن سورد بگیری. اینو میذارم واسه بعدا. داداش داداش گفت چربش کن اومد. آیرن سورد گرفت. ای خدا من واسه تو گفتم داداش آیرن سوردم ور ندارم. تو رو خدای چه کاری بود کردی تو؟ عجب. ناراحتم کردی داشت. طرف اند نامردی ولکن تو رو خورم. نیومد چرا؟ اومد؟ سه تا رفته فایربال گرفته، 4 تا گرفته. آی که رد فقط رد داره بس. من یکم وسایل چیز کنم که کنم از خودم. احتمالا دیگه باید یه آیرن سورده رو بردارم، اینا رو هم فایربال کنم و استفاده کنم. دیگه چی میتونم بگیرم؟ اوکی یه شارپ هم بگیرم. من بد ندارم. واسطه است نخورد. مردم؟ دمیج نخوردم اصلا. کجا زد؟ خوبش نشد وین بگیریم. یه روز دیگه تون این چالش انجام بدم. لایک سابسکرایب یادتون نره. اگه سرگرمتون کردم و از ویدیو خوشتون اومد یه کامنت هم بذارید. پیس.